برای دوخت این حاشیه لبه آستینتون یه خط الگو برای خودتون مشخص میکنید. بعد به ترتیب سنگ پایه‌دار مربع شکل و مروارید سایز 6 رو یکی در میون دوخت میزنید. سنگای پایه‌دار رو که روی پارچه گذاشتید هر 4 طرفش رو حتما کوک بزنید تا کاملا محکم بشه. بعد از هر مروارید سایز 6 هم که دوخت زدید یه دونه بست خالی میزنید تا مرواریدام کاملا محکم بشن. در ادامه میایید از وسط مروارید سوزن رو میارید بیرون، یه دونه مروارید اشک و یه منجق سر میندازید، سوزن رو وارد میکنید، کمی مایل به سمت راست و از وسط میارید بیرون. حالا دوباره مروارید اشک و منجق سر میندازید، مایل به سمت چپ و سوزن رو از وسط میارید بیرون. دوباره یه دونه مروارید اشک و یه منجق سر میندازید، این بار مستقیم دوخت میزنید و سوزن رو از زیر مروارید میارید بیرون. برای سمت مقابل هم دقیقاً همین دوخت رو انجام میدید. یه دونه اشک و منجق سمت راست، اشک و منجق سمت چپ و یه دونه هم وسط دوخت میزنید. بعد از اینکه دوخت اشکا تموم شد، زیر سنگ مربع چند تا بست میزنید و بعد دوباره سوزنتون رو میرسونید زیر مروارید بعدی و ردیف پایین و بالا همین دوخت رو انجام میدید. اینم از پایان کار این حاشیه ساده و زیبامون. توی دوره کارینو 60 مدل حاشیه دوزی و 20 مدل شراب دوزی توی انواع و اقسام مختلف با انواع متریال توی سبک‌های مختلف رو بهت آموزش دادم. میتونی ازش یه آلبوم کار حرفه‌ای درست کنی و خیلی راحت جذب مشتری کنی. برای اطلاع از نحوه ثبت نام توی دوره کارینو حتما بهم دایرکت بده تا راهنماییت کنم. ممنونم که منو همراهی کردی.